سلام رفقا، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال دنیای فوتبال. توی این ویدیو قرار بریم سراغ یکی از بهترین و خفن‌ترین بازیکن‌های فوتبال دنیا، شاید بهترین تاریخ. یادتون نره که کانالمون رو ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برامون حتما کامنت بذارین و نظرتون رو درباره این ویدیو بهمون بگید. و اگه تازه با کانال ما آشنا شدید یادتون نره حتما ویدیو اولمون رو ببینید که ویدیو معرفی کانالمونه، لینکش میاد بالای صفحه. حتما اون ویدیو رو ببینید که بفهمید دنیای فوتبال کجاست. بریم با هم زندگی نامه یکی از بهترین بازیکن‌های تاریخ فوتبال رو ببینیم. همونطور که گفتم قراره بریم سراغ یکی از بهترین بازیکن‌های تاریخ فوتبال و جهان. اون شخص کسی نیست جز کریستیانو رونالدو. رونالدو در 5 فوریه سال 1985 به دنیا اومد. جالبه بدونین داداشمون دهه 60 و 16 بهمن سال 1363 به دنیا اومده. اون توی منطقه ساو پدرو و در فونشال پایتخت مادیرا به دنیا اومده. رونالدو توی یه خانواده فقیر به دنیا اومد، به طوری که مادرش به دلیل مشکلات مالی و اعتیاد پدرش به الکل قصد داشته توی دوران بارداری اون رو سقط کنه. اون کوچکترین فرزند خانواده‌شه و یک برادر و 2 خواهر دیگه هم داره. رونالدو توی یه خانواده مسیحی کاتولیک و فقیر رشد کرد. کریستیانو توی دوران کودکی، یعنی از سالهای 1992 تا 1995 برای آندورینیا بازی کرد، چون که پدرش توی اونجا مدیر تدارکات بود. بعد از اون به مدت 2 سال در باشگاه ناسیونال مشغول بود. توی سال 1997 رونالدو در سن 12 سالگی برای یه آزمون 3 روزه به باشگاه اسپورتینگ رفت و تونست قراردادی به ارزش 1500 پوند با اون باشگاه به امضا برسونه. بعد از این اتفاق اون از محله مادیرا به منطقه آلکوشاتی رفت تا به آموزشگاه جوانان اسپورتینگ ملحق بشه. اون توی سن 14 سالگی به این نتیجه رسید که استعداد و توانایی فوتبال بازی کردن رو داره. پس با مادرش به توافق رسیدن که درس رو نیمه کار رها کنه و تمرکزش رو روی فوتبال بذاره. اون توی دورانی از کودکیش مبتلا به بیماری تاکیکاردی میشه که احتمال داشته به خاطرش مجبور به کنار گذاشتن فوتبال بشه که با یک عمل جراحی قلب به فوتبال و تمرینای خودش برمیگرده. پدر رونالدو به علت مصرف زیاد الکل در سپتامبر سال 2005 وقتی که رونالدو فقط 20 سال داشته از دنیا میره. رونالدو بارها در رسانه‌های مختلف اعلام کرده که از الکل استفاده نمی‌کنه. همچنین اون روی بدنش هیچ خالکوبی و تتویی نداره و به طور دائم خون خودش رو اهدا میکنه. رونالدو 5 فرزند داره که اولین اونها پسریه که در 17 ژوئن سال 2010 متولد شده و رونالدو اعلام کرده سرپرستی اون کامل به عهده خودشه، البته که هویت مادر اون رو افشا نکرده. اون در سال 2010 رابطه‌اش رو با ایرینا شایک شروع کردن و در سال 2015 این رابطه رو تموم کردن. در تاریخ 8 ژوئن سال 2017 فرزندان دوقلو رونالدو 1 دختر و پسر بودند که به روش رحم اجاره‌ای متولد شدند. 4مین فرزند رونالدو از ارتباط اون با جورجینا رودریگز هست که در سال 2017 به دنیا اومد. در سال 2022 قرار بود دومین جفت دوقلوی خانواده پا به دنیا بذاره، اما در حین وضع حمل قل پسر از دنیا رفت و تنها قل دختر به زندگی ادامه داد. اون بعد از دست دادن پسرش توی یه بیانیه مشترک با جورجینا اعلام کرد: با اندوه فراوان مرگ پسرمان را اعلام می‌کنیم. این بزرگترین دردی است که والدین می‌توانند احساس کنند. تنها به دنیا آمدن دخترمان این قدرت را به ما داد که این لحظه را با مقداری امید و شادی زندگی کنیم. از این رو از توجه و حمایت پزشکان و پرستاران سپاسگزاریم. از این غم بزرگ بسیار ناراحت بوده و خواستار حفظ حریم خصوصیمان در این دوران دشوار هستیم. تو بچه فرشته ما هستی. برای همیشه تو را دوست خواهیم داشت. رونالدو در حال حاضر دارای 2 پسر و 3 دختره و همچنان رابطه اون و جورجینا رودریگز ادامه داره. رونالدو یکی از پولدارترین ورزشکاران دنیاست و پولدارترین فوتبالیست دنیا هم هست. اون با اومدن به فوتبال عربستان درآمد 173 میلیون پوندی رو نصیب خودش کرد. اون صاحب کمپانی و شرکت‌های مختلفی هم هست.
اون توی حوزه هتل‌ها و کلینیک‌های کاشت مو فعالیت زیادی داره. درآمد تجاری رونالدو چیزی حدود 260 میلیون دلار تخمین زده شده. رفقا، این پارت اول زندگی نامه رونالدوی پرتغالی بود که توی اون به دوران کودکی و زندگی خصوصیش پرداختیم و اون رو واسه شما بازگو کردیم. توی پارت دوم قراره بریم سراغ دوران حرفه‌ای فوتبال رونالدو و تیم‌های مختلفی که بازی کرده رو بررسی کنیم و همچنین تمام افتخارات فردی و تیمی اون رو با هم دیگه مرور کنیم. منتظر پارت دوم ویدیو حتما باشید. خیلی ممنون ازتون رفقا که تا پایان ویدیو همراه ما بودید. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و اون رو حتما با دوستاتون در اشتراک بذارین و خب چنلمون رو هم ساب کنید. و مهمترین موضوع، توی قسمت کامنت ها حتما نظرات خودتون رو در مورد ویدیو و در مورد چنل بیان کنید. امیدوارم همیشه شاد و سرحال باشید. دلتون سبز رفقا.